سال 2022 مهاجران کوریایی که در شهر مسکو با پتنت کار میکنند به بودجه پایتخت روسیه قریب 32 میلیارد روبل یا حدود 9 میلیارد دلار انداز از درآمد سپردند. در این باره روز 27 ینور سال 2023 وزیر حکومت مسکو و رهبر دپارتمنت سیاست اقتصادی و رشد پایتخت روسیه ماریا باگریووا خبر داد. او به خبرنگاران گفت شهروندان خارجی به اقتصاد شهر سهم قابل ملاحظه میگذارند. طی سال 2015-2022 حجم واردات به بودجه مسکو از حساب فروش پتنت به 145 میلیارد روبل رسیده است. این حدود 2% انداز از درآمد شخصان علاوه را تشکیل می‌دهد و یکی از 3 انداز اعظم مهم در تشکل بودجه شهر به حساب می‌رود. شهردار مسکو سرگئی سابیان نیز قبلا سهم مهاجران را در تشکل بودجه پایتخت روسیه مهم خوانده و گفت درآمد از فروش پتنت به مهاجران حتی بیشتر از اندازهایی است که شرکت‌های بزرگ نفت و بنزین فروشی‌ها به بودجه مسکو می‌سپارند. باگریووا گفت در حال حاضر مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان، مولداوا و آذربایجان تنها در مرکز ساخاروو می‌توانند برای کار در شهر و ولایت مسکو پتنت بگیرند. این مرکز از سال 2015 به این طرف به 3.8 میلیون مهاجر برای کار در شهر مسکو پتنت داده است. شماره مهاجران کوری از تاجیکستان در روسیه بیش از 1 میلیون نفر گفته می شود. سال 2021 از روسیه و اساساً با شرافت مهاجران به تاجیکستان بیش از 2.5 میلیارد دلار پول آمده بود. به احتمال غالب این رقم در سال 2022 بازم بالاتر رفته است.